درونیت در تضاد باشه. 95% نتیجه زندگیت رو برنامه ریزی ناخودآگاهته، نه تصمیم‌های امروز و فردات. خب، حالا چطور از این تله فرار کنیم؟ گام اول و مهمترین گام، باید از فقر متنفر بشی. نه یه متنفر معمولی، یه نفرت عمیق، یه نفرت آتشین، یه نفرت که خواب رو از چشمت بگیره. باید از مشکلاتی که فقر به وجود میاره متنفر باشید. فقر 4 شریک داره. باید از همشون متنفر بشی و بندازیشون بیرون. 1. خواب زیاد و تنبلی. کتاب مقدس میگه عاشق خواب نباش وگرنه فقیر میشی. من خواب رو دوست دارم ولی عاشقش نیستم. خواب فقط برای اینه که سرحال باشیم و ارزش خلق کنیم. 2. پرخوری و ولخرجی. وقتی شکمت پر باشه انرژیت میخوابه، دیگه نمیتونی با فقر بجنگی. 3. مشروب، سیگار، مواد، هر چیزی که باعث بشه از واقعیت فرار کنی. خیلیا میگن بعد کار یه پیک لازم دارم. نه داداش، تو استرس داری چون فقیری، مشروب میخوری که فقیرتر بمونی. 4. شرارت، دروغ، تقلب، کار کثیف. هر جا شرارت باشه، فقر هم همونجاست. هر جای دیگه که دروغ و فساد بود، فقر هم بود. در قرآن هم اومده که شیطان شما رو به فقر وعده میده و در جهت فحشا میفرسته. حالا 4 شریکی که باید عاشقشون بشی. 1. پشتکار و کار هدفمند. دست پرتلاش ثروتمند می کند، تنبل زیر دست دیگران می ماند. 2. خدمت به دیگران، حل مشکل آدما. تمام پولی که الان نداری، الان تو جیب مردم دیگه است. اونا با کمال میل میدن بهت، فقط باید یه چیزی بهشون بدی که از پولشون بیشتر دوست داشته باشن. 3. داشتن کسب و کار خودت. کتاب مقدس میگه آرام باش و به کار خودت بپرداز تا صادقانه زندگی کنی و هیچ چیز کم نداشته باشی. 4. حکمت واقعی. حکمت یعنی عمل کردن به چیزی که میدونی درسته،